بچه میدرسید اگه شما یه عالم سیلور فیش رو بکنید تو یه جبه، بعد با TNT منفجرش کنید، شما یه منبع لول دارید. حالا دارم چی میگم، بیاید مثلا یه جایی مثل همین پیدا کنید 2 تا بکنید. حالا شد 3 تا. یه عالم سیلور فیش بذارید، اینقدر بذارید تا لولاش نرفته. بعدش که تموم شد میایید شما اینو اینجا میندازید و بعد یه دونه فندک میزنید و بله یه عالم لول داریم ما الان. دوستان لطفا من استاپ کنید چنلمو، کامنت انگلیسی هم بذارید که حسابتون نپره، یه لایک هم بکنید دیگه، من یه انرژی بگیریم. زنگوله